اگر برای سرمایه خودت ارزش قائلی، اگه برای پولت ارزش قائلی، 1 دقیقه وقت بذارین کلیپو ببین. ممنونم. کجا مورد کافینت. کافینت. بعد اون ملک سند 6 دانگ داشته. بله دیدم داشته. پس اگر سند 6 دانگ داشته چرا اینجا زده سند عادی؟ نه. شما اطلاعی نداشتید. نه. این کسی که الان اینجا اسمش به عنوان مالک نوشته شده ندیدم. اصلا حضور نداشت؟ نه. پس کی با شما اومده قرار خواهرش گرفت؟ گفت وکالتنامه دارم، 3 دون به نام منه، 3 دون به نام خواهرم. اصلا برای سند عادی وکالت نمیدن. شما به عنوان چند خواب گرفتید خونه رو؟ گفت 2 خوابه 1 خواب زده برای من. یعنی اصلا نه مستنداتش با اون سند گفت تطابق داره. موکل تحویلی نبوده اصلا. خب شما وقتی تحویلی به نبوده. کافینت مراجعه کردید این تصور نکردی که کافینت متخصص این کار نیست؟ ممکنه اصلا شما الان آسیب ببینید. دیدم مسئولیتی که الان پولتون رو بهتون زنگ میزنن بلای کردم. جوابش کردم. چرا به کافینت مراجعه کردید؟ از بیچارگی کمکم کنید تو ببینید خدا. خانم، ما در قبال کافینت هیچ مسئولیتی نداریم، ولی هر چیزی که بتونیم از نظر حقوقی کمکتون میکنیم ان شاء الله. ولی کافینت ها تحت نظر اتحادیه املاک نیستن.